السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ادریس علیه السلام. ادریس پسر یارید، پسر مهلائیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیز، پسر آدم علیه السلام. یعنی آدم علیه السلام بابای ششم ادریس علیه السلام است. ادریس علیه السلام در زمانه آدم علیه السلام تولد شده بود و 120 سال عمر داشت که آدم علیه السلام وفات کرد. یعنی در آن زمان مردم قامتشان بلند بود، تقریبا 30 متر، 25 متر، 20 متر هم خیلی قامت داشتن و عمرهاشان دراز بود. نام اصلی ادریس خنوخ است، چطوری که ابن عباس رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیثی را روایت کردند که رسول خدا ادریس را به خنوخ ذکر کرده است، ولی الله متعال خنوخ را در قرآن به ادریس ذکر کرده است، برای اینکه بسیار درس میخوان، مطالعات میکرد. در بعض روایت ها است که از شیس علیه السلام شریعت را درس میگیرید. از سببی که بسیار درس میخوان او را الله متعال ادریس نامیده است، یعنی شخص بسیار درس میخواندگی. بعد از شیس علیه السلام پسران شیس، انوش، قینان، مهلائیل، یارید، یعنی باباهای ادریس، اینها فقط راهنما بودند، یعنی مردم را راهنمایی میکردند. بعد از اینها ادریس علیه السلام پیغمبر شد، یعنی یکمین پیغمبر آدم است، بعد از فرزندش شیس و بعد از شیس ادریس علیه السلام سومین پیغمبر است. وقتی که ادریس علیه السلام پیغمبر شد، بعضی روایت ها هست که میگویند تقریبا 600 سال عمر داشت. ادریس علیه السلام یکمین پیغمبری است که کتاب نوشته است. ابن کثیر رحمه الله ادریس علیه السلام را در کتاب خود وصف کرده است، یعنی شکل و صورتش چگونه بود. ابن کثیر میگوید ادریس علیه السلام قامتی بلند داشت، نورانی بود، کتفهایش پهن بود، استخوانهای جسمش بزرگ بود، نه فربه و نه لاغر بود، یعنی میانه بود. چشمانش را وقتی نظر میکردی مثل که سرمه کرده باشد، یعنی بسیار چشمای سیاه و زیبا داشت. سخن میکرد، فکر میکرد، بسیار خاموش میایستاد، بسیار آرام بود. وقتی راه میگشت به زمین نگاه میکرد و در قدرت الله متعال بسیار فکر میکرد. در رویش غمگینی نظر می آمد. وقتی سخن میکرد با انگشتهایش اشاره میکرد. یعنی این یک وصف دقیقی است که ابن کثیر رحمه الله نقل کرده است. ادریس علیه السلام در شریعت شیس علیه السلام بود. قوم قابیل بر مؤمنان بسیار ظلم میکردند و ادریس علیه السلام با خود گروه مسلمانان را جمع کرد و بر قابیل و قومش حمله کرد و آنها را ادب داد. یعنی یکمین پیغمبری است که جنگ کرده است، یکمین پیغمبری است که لباس دوخته است و یکمین پیغمبری است که با قلم نوشته است. الله متعال در مورد ادریس در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ادریس، و در این کتاب یعنی در قرآن ادریس را یاد کن، انه کان صدیقا نبیا، بشک او پیامبر راستگوی بود، و رفعناه مکانا علیا، و ما او را به جایگاهی بلندی فرا بردیم. حدیث صحیح هست در بخاری و مسلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند با ادریس علیه السلام شب اسراء و معراج در آسمان چهارم بخوردند. ابن جریر در تفسیر این آیت و رفعناه مکانا علیا
میگوید ابن عباس رضی الله عنه از کعب ابن مالک رضی الله عنه پرسید که و رفعناه مکانا علیا چی تفسیری دارد، چی معنا دارد؟ کعب رضی الله عنه گفت الله متعال به ادریس وحی کرد که من به تو هر روز برای عبادتی که میکنی مثل اعمالهای انسانهایی که در زمانه زندگی میکنن حساب میکنن. یعنی چقدر انسانی که در زمانه مسلمان است عبادت میکنن همان قدر به تو حساب میکنن. و ادریس علیه السلام بسیار شوقمند شد، میخواست بسیار عبادت کند، عمرش دراز باشد تا اینکه اجر و ثواب زیاد جمع کند. پس ادریس علیه السلام با ملائکه رفیقی داشت. به این ملائکه گفت آیا می شود با ملک الموت سخن کنی در مورد عمر من که عمر من چقدر است و آیا عمر من را دراز کرده می شود یا نه؟ این ملائکه گفت این کار ناممکن است ولی سخن میکنم. و ادریس علیه السلام را در مابین پرهای خود گرفت و به آسمان برد. ملائک بسیار بزرگ بودند، چطوری که در قصه های پیشتر ذکر کرده بودم. ملائک بسیار بزرگ بودند. وقتی که این ملائک با ادریس علیه السلام به آسمان چهارم رسیدند، این ملائک به ملک الموت واخورد و در مورد ادریس علیه السلام سخن کرد. ملک الموت گفت ادریس اکنون در کجاست؟ ملائک گفت با من است. گفت چه عجیبی، من را الله متعال فرستاده بود که روحش را در آسمان ها گیرم، در بعضی روایت هاست که در آسمان چهارم بگیرم. و همین طور جان ادریس علیه السلام را ملک الموت در آسمان چهارم گرفت. یعنی معنای و رفعناه مکانا علیا، الله متعال مرتبه ادریس را من طور بلند برداشت. بعد از این پیغمبری بزرگ تا زمان زیادی هیچ پیغمبری نبود. آدمان نیک بودند، مردم را راهنمایی میکردند، ولی مردم باز به گناهکاری و به فسق و فساد شروع کردند. یعنی بعد از آدم علیه السلام تا 1000 سال مردمان مؤمن وجود داشتند و بعد از 1000 سال مردم باز به بت پرستی شروع کردند. مردمان نیک بودند که آنها را احترام میکردند، ولی گناهکاران هم زیاد بودند. امام بخاری رحمه الله در تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر، در تفسیر این آیت میفرماید و گفتن معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر را رها نکنید. یعنی اینها نامهای انسانهای پرهیزگار بودند از باباهای نوح علیه السلام. پیش از اینکه نوح علیه السلام پیغمبر شود، این مردمان نیک زندگی میکردند در بین مردم و مردم را دعوت میکردند، راهنمایی میکردند. بسیار اینها مردمی صالح بودند. وقتی که این انسانهای نیک و پرهیزگار وفات کردند، ابلیس به نزد مسلمان ها آمد، مثل یک شکل انسان، به شکل یک انسان به نزد مسلمان ها آمد و گفت در جایهایی که این انسانهای نیک مردم را دعوت میکردند یگان نشانه مانه تا اینکه مردم فرزندان شما بفهمند که در اینجا فلانی مرد صالحی بنشست و مردم را دعوت میکرد. و مردم هم نشانه گذاشتن در جایها، سنگی را گذاشتن که نشانه شود و هر سنگی را به نام انسان نیکی گذاشتن. مثلا این سنگی ود است، این سنگی سواع است، این سنگی یغوث است، این سنگی یعوق است و این سنگی نصر است. اما عبادت نمی کردن این سنگ را، فقط نشانه ای بود. وقتی یک عصر گذشت، یعنی یک نسل از دنیا گذشت و نسل جوانی آمد، شیطان به نزد آنها آمد و با آنها گفت این سنگ ها
در اینجا مردم نیک می نشستند. بسیار تبرک است، از سنگ ها تبرک کنید. مردم هم علم نداشتند و مردم هم از این سنگ ها تبرک میکردند و آهسته آهسته بت پرستی شروع شد. ابن عباس میگوید شرک در بین مردم پهن شد تا درجه که دیگر مؤمنی موحدی یافتن نمیشد جز نوح علیه السلام که یک تا پرست بود. ولی نوح علیه السلام اکنون پیغمبر نبود، ولی دیگر یک تا پرستی یافت نمیشد، برای اینکه علم از بین مردم رفته بود و نوح علیه السلام پیغمبر نبود. مردم را راهنمایی میکرد، میگفت، ولی پیغمبر نبود، هیچ کسی به او گوش نمیکرد. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.